شاهین در یک اقدام عجیب به پارتی بازی که توی عشق کرده بود اعتراف کرد. از اون طرف طناز یه حرف خیلی عجیب در مورد هیتراش زده. ویدیو امروز رو با هم دیگه ببینیم. بعد مدت‌ها طناز و سیاوش با همدیگه یه لایو مشترک گذاشتن و وسط لایو شاهین هم که پیش طناز بود طبق معمول به لایو اضافه شد. ولی یه چیز جالب که حالا خودتون هم قراره تو لایو ببینین اینه که بعد از پخش شدن قسمت‌های اخیر و موج هیتی که به سمت تیم طناز و شاهین و سیاوش و چند نفر دیگه‌شون سرازیر شده، به نظر میاد این چند نفر یه خورده گاردشون رو پایین آوردن و اصطلاحاً دارن ملایم‌تر برخورد میکنن و حتی طناز چند جا به شاهین تذکر میده که راجبه به بقیه حرف نزن و اصلا اسمشون رو هم نیار. از اون طرف هم سیاوش کلا نظرهای خنثی و بی‌طرفانه میده و سعی میکنه برخلاف قبل جانب احتیاط رو رعایت بکنه. حالا خودتون ببینید بهتر متوجه میشید. 20 قسمت اول بود که محتوای برنامه رو اجرا نمی‌کردیم. خب خودت نمی‌افتی تو صحنه تو دوربین. پس اینجا افتاد تو ما بعد 20 قسمت که این برنامه یه کانسپتی داره. اگه قراره تو این برنامه شه صدا بچه‌ها به زنا رو میده و به جای زنش حرف میزنه و زنانه برخورد میکنه. برای مثال فلانی و فلان. اونم یه دیدگاه دوست داره اون دیدگاه رو داشته باشه. من چطوری میخوام بیام به زور به اون ثابت کنم که نه اینجوری نیست. بخوام یه نصیحتی بکنم به این دوستان عزیز، این که اونجا چیزی به اسم حریم خصوصی نداره و اینکه بحث منه، رابطه منه، نمیدونم حرف منه. چیزی که قراره توی دوربین بیفته و پخش بشه و همه ببینن، پس تو نباید هیچ جا تو اون برنامه بیانش کن. وقتی اون چیز اونجا بیان میشه از طرف کسی، یعنی اینکه هر کسی حق داره راجبش نظر بده. من تو قسمت قبل یه جمله میگم، الان خودم جایی که چرا اینو گفتم، من میگم رابطه‌ام به هیچ کجا ربطی نداره. من میگم که دیوونه درد اونجا همه چی هم ربط داره، چرا اینا میگی؟ خب اون به هر حال طبیعیه، تو میتونی اون جمله رو بگی رابطه من به کسی ربطی نداره، ولی خب کسی هر جوری دلش بخواد برخورد میکنه. من بکنم به بچه‌هایی که میخوان به عشق ابدی و دو بچه‌ها به اون سادگی که فکر میکنید نیست، تو مخیاشو داره، بعدش به تراپی حتما نیازمند میشین و اینی که میگیم ناراحتیم لفت میدیم، شما قرارداد دارین و حق لفت دادن ندارید و خیلی چیزای اینجوری هست. و اینا که میگم وای خیلی ساده است، اینا چرا انقدر مثلا فلان این کارو کرد، میاد مثلا به من خودم میاد به من هیت میده، میاد تو برنامه میبینه اصلا شاید داره خیلی بدتر من رفتار میکنه. اوکی من بد رفتار کردم، خود بدتر، یعنی تو اون موقعیت آدما با رفتارهایی که انجام میدن، چون اون تنشه هست، فشار روانیه هست، با کسایی زیر یه سقفی که مشکل داری باشون، نمیتونی ایگنور کنی، نمیتونی فرار کنی، نمیتونی جواب ندی، باید جواب بدی، باید باشی و اینا واقعا اینجا مشکل یاد میده که چطوری یه سری آدمی که با هم دیگه 1001 مشکل دارن با هم دیگه کنار میان و از هم دیگه انتقاد میکنن و تو هر شرایطی هر چقدر بد باشه خوب باشه، وقتی تو یه سری آدمو کنار هم نگه داری اونجا با هم دیگه میرقصن، بازی میکنن، به هم دیگه انرژی میدن، تو سر هم میزنن. نکات مثبت و خوب داره، میدونی، یعنی اون نکات مثبت و خوبشو به نظرم کسی نمیاد. من میگم ببین جامعه ما یه چیز بزرگ و عشق ابدی جمع جامعه بزرگمون توی یه جای کوچیک بود، آدمای مختلف، هدفهای مختلف، عقاید مختلف، احساسات مختلف و دیدگاه‌های مختلف و تو باید با اونا صحبت می‌کردی، باید نظراتشون رو به هم می‌گفتید. آقا من با سیاوش مشکل داشتم سر یه موضوع، شاید اونجا با هم زد و خورد می‌کردیم، صحبت می‌کردیم و باید به هم دیدگاه‌هامون رو می‌گفتیم و در موردش صحبت می‌کردیم. یعنی غیر از اون اونجا نه تو گوشی داری که سرت بکن تو گوشی، نه چیزی، مجبوری صحبت کنی، مجبوری دخالت کنی، مجبوری توضیح بدی. ستاره باید تو کانسپت برنامه رو رعایت کنی و یه سری حجمه ها وارد میشه که به نظر من این خیلی خوبه. این نشون میده که ما درست کار کردیم که مخاطب میتونه اون حس بد یا اون حس خوبه رو بگیره که حالا دوست داشته باشن ما رو، به ما لطف داشته باشن، تعریف میکنن، دوست نداشته باشن خب میزنن تو سره و این کاملا چیز طبیعی. یعنی نشون میده که جامعه همینه. من طرفدار خودمو دارم، یه سری آدما منو دیدگاه منو درک میکنن، یه سری دوست ندارم منو، که خب به هر حال این چیز طبیعی، قرار نیست ما همدیگه همونجوری که ما اونجا همدیگه رو دوست نداشتیم ولی با همدیگه کنار اومدیم. جامعه دارم نیاز داره یاد بگیری که ما نباید همدیگه رو دوست داشته باشیم، همه یه جوری رفتار کنیم که همه بخوان اصلا نمیتونی تو همه پسند باشی. به نظر من آدم حسودی ام. نه جدی. ببین
ببین به نظرم میتونی حسود باشی، ولی نسبت به چی، نسبت به چه موضوعی و نسبت به کی، اون بسته من خودم مثلا حسادت دارم، حسادت میکنم، ولی نسبت به چی و نسبت به کی. دقیقاً. من تنها چیزی که حالا شاهینم در مورد من میدونه چون بیشتر من میشناسه، من تنها حسادتی که دارم تو کاره، مثلا تو کار طراحی لباسم به شدت حسودم، تو کار مدلینگم به شدت حسودم و این حسادتم باعث پیشرفتم میشه. مثلا حسودی میکنم، مثال میگم فلان مدل رفیق من بوده، الان از من بالاتر رفته، بذار ببینم چیکار کرده، برای چی من نتونم این کارو بکنم، من میام خفن‌ترش میکنم. تو این حسادتم، ولی هیچ موقع تو رابطه‌ام حسادت نداشتم. حسادت داشتم با شاهین به کسی نگاه نکنه، ولی من مثلا حسادت میکنم ولی بهشم افتخار میکنم، تو خودم حسادت میکنم که به اون لول برسم. و اینا مثلا هم میگن که آره تناز به پیشنهاد ازدواج حسادت کرد و حالش بد بود. همینجا جلو سیاوش میگم من حال بدم، سیاوش دقیقاً چون مثلا قبلی داره به بهار الهه میگه که تنازی که هممون اومد گفت که حالش برش بده، ولی که من تو زندگیم قبلا 6 7 ماه قبلش همچین تجربه‌ای رو داشتم و وقتی این صحنه رو دیدم یاد تجربه‌ام افتادم و حالم بد شد. سر درد و اینا من از حسادت نیست. اونجا من چه دردی داشتم از اول تا آخر دندون دردم. ولی حقیقتا من اگه شاید یه ازدواجی میدیدم یه حسادتی میکردم، ولی اگر ازدواجی در کار بود. تکبیر اللهم صل علی محمد. روانی همه جا هست و ما توی زندگیمون دچار از این روانی ها زیاد شدیم. تو زندگی هممون یه همچین شخصیتی وجود داره، داشته یا خواهد داشت و باید بگذریم ازشون. زندگی خیلی همون از اینا هست، میتونه دوست همین دوست کناریت باشه، خانوادت باشه، فامیلت باشه. الان از اسم تو خیلی ها دارن میرن بالا و با هیت دادن بهت میخوان که خودشونو بکشن بالا. اول که اومدن بحث زن ستیزی و اینا، خودشون از 10 نفر کتک میخورن، میگن عشق تویی که اصلا دستت نخورده بهشون زن ستیز شد و کتک کاری، حالا کاری به اون نداری. میان در مورد این که چون سیاوش اونجا با کسی اوکی نمیشه گیه. من یه چیزی رو میگم حالا باید توضیح بده. دلیل این که طرف نتونه فیک با یکی بره تو رابطه فکر نکنم این باشه که چون گیه. یه توضیح خیلی ریز میخوام بدم. یه دوست عزیزی جمله قشنگی میگفتش تا کونی نسوزه دهنی باز نمیشه. خدا رو شکر من تو همونجا صدا بد شد دوباره بگی. داشتم میگفتم که یه جمله قشنگی هست، میگن که تا کونی نسوزه دهنی باز نمیشه. و خدا رو شکر من کارامو تو همون برنامه کردم. آدمایی که فکر میکردن خیلی زرنگن و میتونن مخاطب رو خرفرز کنن، ما رو خرفرز کنن با بازیایی که میچینن و این داستانا، دستشون رو شد. این که این آدم رو بیان بگن که آره سیاوش اگه منو پس داد، اگه منو نخواست، اگه با من نیامد تو، اگه اینجا من هر کاری کردم یارو نتونستم بمالم، یارو منو نمالید، پس سیاوش یه مشکل داره دیگه. نمیدونم اگه من ندادم دست اونا، آره من گیرم. من اونجا پول گرفتم که حاضر شدم با یه سری دهن به دهن بشم. اگر پولشون میدم من دوباره باشون دهن به دهن میشم، جوابشون رو میدم. ولی غیر از این نه، حقیقتا من درگیرتر از این حرفام که بخوام وقتمو بذارم واسه پرداختم به اون دوستان عزیز. یه سریا میان از دیدگاه من خوششون میاد چون مثل منن، یه سریا از تو، یه سریا شاهین. و خب هر کسی مثل، یعنی من وقتی یکی از دیدگاه و شخصیت من خوشش میاد مثل من برخورد میکنه، رفتار میکنه. از تو خوششون میاد مثل تو خودت برخورد میکنه. همون جور که حرفاشون اونجا همش قورباغه میشه، زناشون و کسایی هم که دوستشون دارن و طرفدارشونن همونقدر بیکار، همونقدر بددهن، همونقدر روانی. و اینجوریه که شاید بگیم که هیتای این سمت شاید و فوش اونور هیتا محترمانه است. من یکم اینو نمیپذیرم. میدونی آخه فن اون آدمه رو به طور کامل ندیده که از نزدیک ندیده. شخصیتی که ساخته توی برنامه دیگه. ببین من یعنی چیزی که تجربه من بوده تا الان، به نظرم مردم خیلی احساسی هستن و یعنی توی یه صحنه امکان داره یه چیزی از تو ببینم بیان بعد تو بگن، توی یه صحنه بعد بیان خوبه تو بگن، چون در ارتباط نیستن. یعنی اگه همه این آدم با ما مثلا تو اون تایم زندگی میکردن و اون چیزهایی که ما از بک استیج دیدیم، اون صحنه ها و اون چیزهایی ضبطی که کامل ما گذروندیم و این آدم ها میدیدن، اون موقع میشه گفتش که مثلا این آدم هم مثل اوناست یا اونا یا چه میدونم مثل ماه یا این داستان ها. و من زیاد گارد خاصی ندارم نسبت به کسی یا فن کسی یا این داستان ها. به هر حال
اونقدی زنده نیستیم به نظرم تیم دنیا تا همینجا شد. بشیم بود قبلش پرستو اومده بود یه استوری گذاشته بود که یه دیس ریزی مثلا به اون سمت و اینا همه مثلا یه سری اومدن گفتن که آره این داره پرستو داره با شما اینجوری میکنه و اینا برداشت یه استوری اونا گذاشتن دیس به پرستو مثلا پس ایشون با اونا بوده میدونین فکر می‌کردن که اینقدر بد باشن که حتی موجودی هم بد باشه باشون. من یکم سلام علیکم چطوری عبوسیا؟ من برم درخشان یه چیزی هم که نظر من رو جلب کرد و فکر کنم شما هم متوجه شده باشین تغییر حالت چهره سیاوش بعد از ورود شاهین به لایو بود. یه حالتی که انگار سیاوش همچنان رو تناز کراشه و از اینکه نتونسته اونو داشته باشه و شاهین به جاش کنار تنازه درونن داره هرس میخوره. نمیدونم شایدم اینجوری نباشه ولی خب نظر شما هم مهمه. تو که خب تایپت موی فروش شبونشی و چی بگم والا یه واسه این حرفا خیلی دیره میدونی خیلی دیره داستانی موضوع مشکل ندارم خیلی سر همینم اتفاقا حمله کردن که تو نقشه میچینی تو نمیدونم این کارو میکنی تو میخوای دور به همزنی بکنی. خب برای منم اونجا میدونم که الان دوربین بالا سرم داره منو ثبت میکنه دیگه منم بلدم برم مثلا تو دستشویی یا تو راپله که دوربین نداره بخوام حرفامو بزنم. دقیقاً خب من ترجیح دادم که آقا مخاطب اگه داره یه چیزی میبینه چه قشنگی ببین محتوا رو به طور کامل ببین. در حال همه آدما به نظرم خوب و بد دارن. اگه قراره یکی بد باشه قرار نیست من اونجا گوشگول باشم بذارم یارو هر کاری دوست داشته بکنه. خب منم میتونم بد باشم منم میتونم نقشه بریزم منم میتونم پلن بریزم. خب بچه‌ها از الان میگم قسمت‌های بعدی یه جوری هیجان داره. به نظر من اوج این برنامه که خیلی اتفاق داره توش دقیقاً این قسمت 40 تا 60 اتفاقا من فکر 60 بعد همین دیگه دسته بعد من 40 تا 60 رو بیشتر دوست دارم. من 60 بعد اصلا دوست ندارم. 60 بعدش خورده یه دوستی زده سیاوش چرا ناراحتی خوابم میاد به خدا من اصلا تو خوابم خیلی حساسم. بابا سیاوش هم اونجا نصف ساعت میرم میخوابید دیگه به ما نمیذارین به خاطر هم پر انرژی بود. شما اگه کتک زدن ترانه رو تایید نمی‌کردید هیچ کس از منظور شما دو تا سا میگه اگه شما تو اون وضعیت طرف منو نمیگرفتید و نمیگو کتک زدن ترانه حمایت نمی‌کردید کسی باهاتون مشکلی نداره. یه دقیقه بذار من اینجا یه چیزی بگم. نظر من شما نگو الان بذار من یه چیزی رو توضیح بدم. ببینید اولا یه داستانی داریم که شما دعواهای ما رو ندیدید تا اون زمان یعنی واسه ما اون دعوا و اون جر و بحث و اون توناژ صدا کاملا چیز عادی بود و یه چیزی که ما بهش عادت داشتیم. بعدم کتک زدنی در کار نیست. حالا درسته تو ویدیو صدای اون دوستمون قطع شده صداش نمیافته ولی یه مکالمه‌ایه که اون داره به من میزنه به پای من میگه تو بغل من نشین اگه صدام ناراحتت میکنه منم اینجوری هم که تو بغل من نشین اگه صدام ناراحتت میکنه و این کاملا یک بحث خیلی نرمال. این که حالا شما بزرگش کردید و این داستانا این دیگه برمیگرده به اون کسی که خاص اینجوری جلوه بده. این یه سری چیزا مثل همین دروغی که دروغ چشمه اگه همچین چیزی بود الان برنامه پخش می‌کرد یا اگه کتک خورده بود سیاوش اخراج می‌شد. من فقط در همین حد بهتون بگم دوربین هزار تا جهت رو داره میگیره. این یه داستان دیگه. دوستان عزیز اگر کسی اینجا واقعا فکر میکنه که کتک خورده و در حقش اجحاف شده و خشونت فیزیکی علیهش بوده میتونه خیلی قانونی شکایت کنه. دقیقاً چون تا اینجا برنامه خیلی ساب کرده بودم که ببینم آیا میذارن چیزی از حرفای من و حرفای بچه‌ها که من کیا رو میشناسم یا کیا رو نمیشناسم. من همونجور که توی برنامه به همه گفته بودم و همونجور که تا این قسمت متوجه شدید خیلی جا پخش شد که آقا من سیاوش رو میشناختم پیکسی ماهرخ سفدا اون دو تا من اونجا گیر آورده بودم هیچ کس نمیشناسم قانون دستی فراموشم اون دو تا دوست نوجوانمون که این آخر کار اومدن اینا همه رو من میشناختم و اینها همه از طرف من اومدن و جالب اینجاست که حالا ما نمیگیم آقا یه استوری بذار تشکر کن به خاطر اینکه ما شما رو معرفی کردیم به آبجی گلمون که کست این داستان با ایشون بود و ایشون آبجی به ما گفت که میتونید تو این قسمت کمکم کنین که آرام باشه اینا رو هندل کنیم. من گفتم چشم آبجی که از شما بهتر و ما نزدیک 30-40 نفر 50-60 نفر نمیدونم اینا رو اد کردم به این داستان. حالا کسایی که انتخاب رفتن مسابقه انتخاب شدن این دوستان بودن. تا فکر کنم 100% کیا میاد. نه و من نمیدونستم از بین 30-40 نفری که من اد کردم ببین مثلا کیا میاد. ولی خب من خودم اینا رو فرستادم. ماهرخ، سفدا، پیکسی، سیاوش این دو تا دوست نوجوانمون که آخر کار اومدن. اینا همه رو من خودم فرستادم. حالا دارم میگم نیازی هم نبود که بیاد تشکر کنن و از این حرف اصلا دنبالش چیزی هم نیستم. ولی جالب اینجاست که تا اینجای برنامه دیدید که این دو تا نوجوان نه چیزی دیگه میخوام بگم لطفا. تا اینجای برنامه که ما اصلا با اینا هیچ مشکلی نداشتیم ولی از بعد ورودشون به برنامه دارم به ما میذارن. اینا خیلی من جالب.
حالا مهم نیست، حداقل میتونن اخلاق حرفه‌ای خودشون رو حفظ بکنن، کارهای بعدی، پروژه‌های بعدی اصلا مهم نیست. و اگر تا اینجا برنامه هم حرفی از این داستان نزدم به خاطر اینکه جذابیتش برای شما کم نشه. خدا رو شکر که اونجا اولا به همه گفته بودم که من کیار میشناسم، با کی همکاری داشتیم که همکاری نداشتیم. تربیت نکردم دوستان. مثلا کاری که من تو قسمت بعدی سورپرایز می‌کنم زمین تا آسمون فرق داره و توی همون قسمتی که اون سورپرایز اونا فکر مال اونا رخ داد، خود طرف میگه تنها داشت میگفت که من خواستم تو انجام چرا مال من انجام ندادم. تو من خیلی قبلش گفته بودم، بعدش با عوامل بحثم شد که آقا من یک هفته پیش می‌خواستم فلان کارو کنم، امروز فردا کردین با من، چه فرقی داره؟ که گفتن که خب فردا، گفتم من دیگه نمیخوام، من خواستم مثلا نفر این کارو بکنم، گفتن نه دیگه فردا اوکی و سورپرایز داره، شما سورپرایز بدین چیه. این از این قسمت خوبیه میپرید که میگن آقا خالص نکن اینا. البته که من اصلا برام مهم نیست کی چه حرفی میزنه، خب شاید منم خودم بودم اصلا همین قضاوتو میکردم چه به درست چه به غلط. ولی عزیزا ما نرفتیم اونجا تخم بگیریم بشینیم همدیگه رو نگاه کنیم، ما رفتیم اونجا رابطه‌های همدیگه رو به چالش بکشیم، رو کنیم، بگیم آقا تو همچین بایدی داری، به چالش بکشیم همدیگه رو، چرا حذیر بدیم بره بیرون. مسابقه است اینجا رقابته و تا به این دید نگاه نکنید هیچ موقع متوجه نمیشید که چرا فلان کس فلان کارو کرد. هر کسی استراتژی خودشو داره. داری هی کامنت میذاری واسه من پشت سر هم هزار تا فوش، در حین کامنت گذاشتن 200 بار اون واسه شما آپدیت میشه و شما میبینید و شما هم ویو میدید و همین کامنتایی که به من میذارید باعث میشه کامنت من زیاد بشه و این ستا تشخیص بدید من چقدر کامنت میکنم چقدر ویو میکنم من بیشتر برای اکسپورت. ممنونم از تو، تا یه فن واقعی هستی، خیلی دوست دارم، دوست کردمت. و چند تا از نمونه کارا رو بهتون بگم، مثلا کار خانم دنیا دادرسان که داره انگار عروسی میکنه با یک مدل آقا، اون مدل سیاوشمون هستش، من چند سال پیش میشناختمش. موزیک ویدیو آقای شهاب کیا، آخرین موزیک ویدیوش دقت کنیم ماهرخ اونجا بود و کنار ماهرخ خانم نوجوان الهه خانم هم اونجا بودن. حالا استفاده میگم نگو اشکال نداره، نمیدونم کسی الان همین 10000 نفر اشکال نداره، صحبت من افراد بعد کسایی که همو میشناختن و به ماها نگفتن و همه ما گول خوردیم اینجا مشخصه. این که تیم میکنن، تیم‌ها اگه دقت کنید مشخصه در رابطه با این داستان که تیم میکنن. اینو الان نه، جلوتر یه 20 قسمت 30 قسمت جلوتر کاملتر توضیح میدم که متوجه شید. البته که هر چیزی باید به تایمش صحبت بشه، توضیح بدی.